من توی کره جنوبی دیجیم. فارسی زبان اول من نیست، پس پیشا پیش اگر اشتباهی کردم منو ببخشید. 20 سال پیش داشتم از یه مراسم عروسی برمیگشتم خونه. حوالی 4:30 صبح بود. داشتم توی یه بزرگراه بین ایالتی رانندگی میکردم. خلاصه به یه جایی رسیدم که جاده بزرگراه خیلی باریک شده بود، چون جاده از جاهای کوهستانی و تونل و اینجور جاها رد میشد. جای خطرناکی نبود، ولی پیچای کور توی جاده یکم منو اذیت میکرد، چون باید سرعتمو هی کم میکردم تا ازشون رد بشم. همین جوری که سرعتمو کم میکردم یه دفعه یه زن از ناکجابات پرید جلو ماشین من. مجبور شدم محکم پامو بذارم رو ترمز. نزدیک بود گردنم آسیب ببینه، ولی چیزیم نشد. تونستم به موقع ماشین رو نگه دارم. با عصبانیت اومدم بیرون و سرش داد زدم معلومه چه غلطی میکنی؟ به هم نگاه کرد و هیچ جوابی نداد. بعدم سریع دوید سمت در مسافر رو بازش کرد و سوارش شد. اونجا بود که فهمیدم حتما داره از یه نفر یا یه چیزی فرار میکنه. یه لحظه ترسیدم، ولی بعدشم پریدم تو ماشینم و راه افتادم. هیچی دیگه، نشستم و ازش میپرسیدم که ببینم حالت خوبه؟ کی دنبالت کرده؟ ولی فقط میگفت باید به مامانم زنگ بزنم. به نظر نوجوان میومد، با موهای بلند شده و لباسای کثیفی که انگار چند باری موقع فرار کردن خورده زمین. بهش گفتم اشکالی نداره، میرسونمت یه جایی تا بتونی به مادرت زنگ بزنی. ولی جواب درست بهم نمیداد، همش گریه میکرد. وقتی دور میشدیم از آینه یکی رو دیدم که داشت میدوید دنبال ماشین. دختر تا دیدش انقدر بلند جیغ زد که من سرعتمو بیشتر کردم. گفتم شاید یکم آروم بگیره، بتونه بهم بگه جریان چیه. ولی اون خیلی وحشت زده بود. هر وقت یکم آروم میشد فقط میگفت باید به مادرم زنگ بزنم. میدونم به چی فکر میکنید، اینکه چرا از گوشیش استفاده نکرد. ولی این مال زمانیه که همه توی کره جنوبی موبایل نداشتن. یعنی توی بازارا بود، ولی حتی بدترینشون هم کلی پول میخواست و مال پول دارا بود. برای همین باید خودمونو به یه پمپ بنزین 24 ساعته یا هر جا که یه کیوسک تلفن باشه میرسوندیم. ازش پرسیدم پول خورد میخوای تا زنگ بزنی؟ ولی فقط بهم نگاه میکرد و همون چیزو تکرار میکرد. باید به مامانم زنگ بزنم. فکر کنم اونجا بود که فهمیدم یه چیز سر جاش نیست، چون این تنها چیزی بود که کل مدت داشت بهم میگفت. وقتی ماشین رو نگه داشتم سریع پیاده شد و دوید سمت فروشگاه. معلوم بود وحشت کرده و همش میترسید کسی دنبالش باشه. معلوم بود که از حرف زدن در موردش میترسه. بنابراین به عنوان یه شهروند خوب به پلیس زنگ زدم و بهشون همه چی رو گفتم. ماشین رو روشن نگه داشتم و همینجوری به دختر که داشت با تلفن حرف میزد نگاه میکردم. بهم گفتن که 10 دقیقه دیگه میرسن. نگران بودم که نکنه اگر بفهمه به پلیس زنگ زدم بترسه. خلاصه ذهنم درگیر اینجور فکرا بود که دخترم تماسش تموم شد و داشت میومد سمت ماشین. ناگهان ایستاد و بعد رفت سمت گوشه فروشگاه. انگار یهوی صدایی از اونجا شنیده بود. اون گوشه خیلی تاریک بود، هیچ نوری نداشت. همینجوری جلوتر و جلوتر میرفت، انگار یکی توی اون تاریکی داره اسمشو صدا میکنه. بعد ناگهان دیدم یه مرد از ناکجابات پیدا شد و دختره رو گرفت و هر دو توی تاریکی محو شدن. سریع چراغ ماشین رو روشن کردم و با دقت نگاه کردم ببینم دختره کجا رفته. همش چند ثانیه طول کشیده بود، یه لحظه بود. فکر کردم حتما یه بچه بازه که میخواسته ببردش پشت آشغالدونی و یه بلایی سرش بیاره، ولی هیچ کس اونجا نبود. هیچ کس. واقعا نگرانش شده بودم. اصلا اثری از اون 2 نفر نبود، فقط یه حصار فلزی و جنگل پشت پمپ بنزین. پس یعنی اون کجا رفته بود؟ قبل از اینکه بتونم بیشتر بگردم پلیس از راه رسید. مستقیم دویدم سمتشون و همه چی رو براشون تعریف کردم. کل منطقه رو اونا کاملا گشتن. حتی اتاق پشتی پمپ بنزینم چک کردن، ولی هیچ اثری از اون دختره با آدم رو باش پیدا نشد. پلیس به خاطر تماس و پیگیریم ازم تشکر کرد، ولی گفت دیگه نیازی نیست اینجا باشی. ساعت حدود 5:30 صبح بود. خیلی خوابم می اومد. واسه همین به حرف پلیس گوش دادم و رفتم خوابیدم. طبیعتاً خواب زیاد آرومی نداشتم و تا پا شدم اولین فکری که توی سرم اومد اون دختر طفلی بود که توی تاریکی کشیده شد و محو شد. هیچ وقت نفهمیدم چه بلایی سرش اومد. هیچ خبری توی اخبار در موردش نبود و وقتی به پلیس زنگ زدم فقط بهم میگفت تحت بررسیه.
ولی چیزی که توی این ماجرا منو ترسوند اینه که اون مرد چجوری تونست دنبالمون بیاد. ما اون موقع لااقل 9 کیلومتر از جایی که دختر رو سوار کردیم دور شده بودیم. پس نمیتونست همون مردی که توی پمپ بنزین گرفتدش باشه و تازه کجا میدونست ما داریم کجا میریم. پس چجوری تونست تو پمپ بنزین پیداش کنه؟ یعنی به تلفنی که دختر زد مرتبط بود؟ این ماجرا سوالای بی جواب زیادی رو توی ذهنم گذاشته و هیچ وقتم از ذهنم پاک نمیشه. از اون غریبه‌هایی که حتی اسمشونم نمیدونم خیلی میترسم. خیلی دلم میخواد دختر هر جا هست حالش خوب باشه و اون اتفاق تلخ پایان زندگیش نبوده باشه. ولی راستش یه حسی بهم میگه که اتفاق بدی براش افتاده.